دوستمون گفتن که این تیبل رو لیستی که این تیبل رو باهاش ایجاد کردین رو بگین. این از لیست استفاده نکردیم. این تو قسمت انوتیت ما اینجا لیبل ها و تیبل ها رو داریم. خب من اومدم اد تیبل کردم، اد تیبل پوینت رو زدم، بعد اینجا میگه که نقاطت رو انتخاب کن، نقاط هم انتخاب میکنم، بعد اینجا استایلم هست. اول من اینو ایجاد میکنم، بعد اگر استایلم نیاز به ویرایش داشته باشه ویرایشش میکنم. خب من یه بار اینجا چون تیبلم رو ویرایش کرده بودم ویرایش شده هست، اگرم انتخابش میکنیم ادیت میزنیم و اینجا مثلا من میتونم زدم بهش اضافه کنم که بگم که بیا یه دونه زدم به من بده. اینجا روش دابل کلیک میکنم مینویسم مثلا اینجا elevation یا مثلا زد، چون عجله میخوام سریعتر تموم بشه. روی اون پایین اتوماتیک دوبار کلیک میکنم و اینجا میگم که elevation داره، آره پوینت elevation هم با مثلا یه رقم اعشار برام وارد کنم. تو فایل من مسطحاتیه و زد نداره به این صورت.